دوستان سلام. کنجد به داشتن فوایدی برای سلامتی و کاربردهای آشپزی شناخته شده است. کنجد سرشار از مواد معدنی مختلف است. این دانه‌های بیضی شکل با مزه آجیلی در بسیاری از غذاها به کار می‌روند. اما آیا از مضرات کنجد نیز چیزی می‌دانید؟ این دانه‌های سبک دارای کالری و چربی اشباع بالایی هستند. 100 گرم دانه کنجد که فقط یک مشت دانه سالم یا پودر آن است 590 کالری دارد. همین مقدار کنجد 8 گرم چربی اشباع دارد که حدود 40% مصرف مجاز روزانه را تشکیل می‌دهد. بنابراین گنجاندن دانه کنجد در رژیم غذایی می‌تواند باعث افزایش وزن ناسالم شود. مصرف منظم کنجد در مقادیر زیاد می‌تواند به روده بزرگ آسیب برساند. محققان دریافتند که